سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با یه اتچمنت HS و KRM که جفتشون بستن و این اولین ویدیو لانگ چنلمونه. لطفا حمایت کنید، دمتون گرم. امیدوارم تو این راه دراز و طولانی در کنار هم خوب و خوش ادامه. خب این اتچمنت HS اولیش که بسیار اتچمنت گادیه. نگاه کنید توی ویدیو هم مشخصه که اتچمنت گادیه. شما نگاه کنید، از هر رنجی وان تپ میکنه، رنج دور، رنج نزدیک وان تپه. و در جلوتر پرک با پرک آبی، نه پرک لجند، ما براتون گیم پلی گذاشتیم و خیلی اتچمنت بستیه. در خیلی دیگه مثلا موقعیت های بدی هست، شما بدشانس باشید، پینگتون بد باشه، ریجستر بدی داشته باشید، این شاتگان 2 شات میکنه و از فاصله خیلی دور هم 3 شاته. این از نزدیک فاصله فایت های معمولی خیلی بهتون کمک میکنه و عالی. الان هم پرک لانگ برل و این بازو و لانگ رنج آبی انداختم روش و این اتچمنت بست شد. نگاه کنید، دست این نینجا شاتا رو داشته باشید، عشقی داشت. فست اسکوپ عالیه، اسکوپ عالیه، هیپ فایر عالیه، کلن رنج نگاه کنید پرک آبیه، پرک لجند نیست. تازه شما فکر کن پرک اپیک یا لجند بندازید رو این دیگه، ببین چه بیشه. تازه اینم اتچ HS معمولیه، تازه لجند و اپیک هم که بهتره. حالا من اسکلتی هم دارم ولی خب استفاده ندارم. اتچ بعدی کیارمه. کیارم هم یکی از بستاه ولی خب زیاد کیارم پلی نمیدم. اینم اتچ خیلی خوبیه، یکی از دوستان یوتیوبر بوده، از ویدیوشون برداشتم و واقعا اتچ عالیه. اینم باز پرک آبی میندازیم روش و اینم بسته. باز هم کسایی که کیارم پلی میدن تو چنل ما، هم کسایی که HS پلی میدن، جفتشون گاد و خفن هم بستن. اینم اتچ بست کیارم و اتچ بست کیارم بود. و نگاه کنید از این فاصله ها، واقعا نگاه کنید چه اتچی دادم بهتون. اصلا انمی بات ها هم دمیج نیستن که بگیم مثلا ما چیدم دمیجه، یعنی ولی بعضی وقتا هم اینم دیگه شاتگان ها این سیزن اینطوری شدن، گیر دارن دیگه. مثلا از خیلی نزدیک هم بعضی وقتا مثلا دمیج. این اتچ بستی بود و تا ویدیو بعدی بای.